چرا این آرزو را داشت؟ ما اولاد تربیه میکنیم، تلاش میکنیم که تو باش. بعضی مردم اولادای خود سازنده تربیه میکنه که مدال برش بیاره، پیسه ها یک شب تیر میکنه 30,000 افغانی را میاره. چرا؟ ارمونه نواز است، این تبله نواز است، اینی طور است. نه، برای ما درس میده قرآن کریم که زن اولاد خود در خدمت بیت المقدس به خاطری گماشته بود که اگر ای وفات بکنه از عمل اولاد خود بر یزی برسه، که در کار خیر و نیک اونجا مصروف است. یک. دوم هدفش چی بود؟ کانون مسجد، کانون مدرسه، کانون بگو اسلام است، کانون حفاظت از دین است. اما در دیگه مراکز انسان بسیار منحرف میشه. از او خاطر زن عمران تلاش داشت که اولادش در ماحول محیط مسجد تربیه شود، که مکمل تمایل به چی داشته باشه؟ به دین داشته باشه. خب ما اولاد خود در ماحول مسجد تربیه میکنیم؟ نمیکنیم، بلکه در ماحولای دیگر روان میکنیم. حال اینترنت است، چیزایی را مشاهده میکنه که پس میام موبایلش اینی قدر جای نیست، کمی چپا میکنی عکس لو چیز زن است، نعوذ بالله. کارای غلط است. صحیح کنی زن چی مفکوره داره، چی هدف داره و چه قسم به الله تبارک و تعالی نیاز میکنه. امروز آیا همینطور مادر پیدا میشه که در آرزوی اولادش باشه که واقعا در خدمت دین باشه، در یک ماحول زندگی بکنه که هیچ این در دلش نگرده که بچه منحرف شده خراب شد. والله اعلم بما وزعت، الله خوب عالم است به آن چیزی که تولد کرده. ولیس الذکر کالانثی، نیست هم اولادی که طلب کرده بود میزن. زن عمران در دل خود در نظر و خیال خود گرفته بود، نیست او اولاد کالانثی، به مثل اینمی دختری که آلی در دنیا آمده. کدام دختری که برش داده شده او اولادی که در ذهن خود گرفته بود قطعا یکی با دیگه مقایسه شده نمیتونه. قرآن دیگه درس میده همیشه انسان تقاضای اولاد نکنه از چی را؟ بچه را. آلی آنقدر نعوذ بالله آنقدر بدبختی اضافه شده، زنا که 1 ماه و 2 ماه همیشه از حملش میرود، معاینه تلویزیونی میکنه، بعد از او 3م 4م 5م در 9م باز میگه از قابله پرسان میکنه که بچه است یا دختر. باز وقتی که برش میگه دختر است میره در پیش دکتر، پیچکاریا میکنه که ایره سقط کنه، در زبالدانی بندازه. یک زن دکتر و شوهری دکتر هر دویشان موافقه کرده بودن، معاینه کرده بودن که بچه در شکمش اولاد خواسته، لیکن بس زعم و گمانی از ما چی بود؟ دختر. خو رفتن وقتی که سقط کرد بچه برآمد. الحمدلله. طبای جدید علم نداره، این تخمین است، او تو در مقابل نظام الله مقابله میکنی. قرآن بر ما درس میده همیشه اولادی بچه را نخواهی، همیشه اولادم به انسان خیر نمی باشه. بس اولادایی است که پدر و مادر در شرک کشانده. همون ترکه یا نه؟ اولادش پیدا شده رفته در روسیه همونجا قبولی کرده، پس آمده پدر و مادری خودم برده اوجا، از اسلام محروم، از دین محروم، از مسجد محروم، آخرام پدر و مادر در مو حالت مرده. همونطور شده نشده؟ امیالی شده. مطلق اولادم خیر نیست، بلکه خیر اولاد صالح است. صالح اگر بچه باشه، اگر دختر باشه. قرآن درس میده برای ما که همیشه نگو یا الله بچه، وی مردم که دخترها زیاد شوه باز 4م که شوه باز بس بیبی نامیشه میمانه، بس دانه نامیشه میمانه، بس گل نامیشه که بس شوه. آلی فرمان از این قدر بلند است که الله را امر میکنه که بس کو دیگه دختره ندی دیگهش، که دختره بیاره الله رحم بکنه. یک زن میگه دختر آورده بود گریان میکرد خیلی فریاد. کسی پرسان کرد چرا؟ گفت شوهرم گفته که این دفعه دختر آوردی باز دیگه از خانه میکشم تا. این بدبختی قدر نمیفهمید که نظام الله است، نظام زن نیست، اختیار زن نیست. همین قدر هم نمیفهمید. یک تعداد که دختر شوه همشیرای امو چیسته نفر خالا و عمایش گریان داره. چرا گریان میکنه؟ میراث میشه. این دخترایش میراث نمیبره چی؟ این کاکاکایش میراث نمیبره. این میراث تنها فقط به بچه هسته. خاک دستری و بچه قمارباز که کل ملک در قمار میبازه و خوش به حال او دختری که
علم قرآن می آموزه و مفسر و محدث جور میشه او مکمل امو مال پدری خود در راه دین مصرف میکنه. چرا؟ قرآنی درس را بر ما میده، میگه لیس تذکر کالانثی. او بچه که او تصور کرده بود که برش داده شوه قطعا رسیدگی به این زن، این دختر است، این دختری است که جامعه کمالات است. الله تبارک و تعالی او دختری که برای ما نصیب بکنه که او خدمت دین پیش ببره. او بچه را چی کنی؟ همیشه بچه طلب کردن درست نیست. و انی سمیتها مریم، الله میفرماید ما نام گذاشتیم. خب یا این قول خود مادری مریم است یا قول الله تبارک و تعالی، هر دو احتمال وجود داره. و انی سمیتها مریم، یا نام از طرف الله نهاده شده که من مسما کردم میره مریم نام نهادم، یا استکینه مقوله مادری مریم است. میگه انی سمیتها، من نام گذاشتم سری از این مریم خادمه را میگه. و انی اعیذها بک، و ما ظاهر است که قول مادرش است، چرا که ما بعد و انی اعیذها این قول مادرش است. و انی اعیذها، ما به پناه میدم ها امی مریم بک، به تو در پناه تو میدم امی مریم و ذریتها اولاد مریم من الشیطان الرجیم، از مس کردن یا رسیدن شیطانی رانده شده. چقدر زنی هوشیار بوده. ای بزرگترین اغوا کننده شیطان است. حتی در اول تولد هم شیطان چی میکنه؟ یک چخی خدا میکنه، همونجا یک چوندی را میلگانه. طفل که گریان میکنه شیطان او را چی میکنه؟ چوندی میکنه، همونجا میترسانه شه. مردم که میگه در گواره ترسانده شه، نی؟ شیطان در گواره میترسانه. از همون خاطر مردم ها در کلانی خود از شیطان زیاد میترسه، وعده های از او را خوب قبول میکنه. پیغمبر علیه السلام میگه که هر اولاد آدم که در دنیا آمده شیطان برش چی کرده؟ مسح کرده، بجز از کی؟ مریم و عیسی علیه السلام که مادرش دعا کرده بود. پیغمبر علیه السلام هم مسح کرده بود، لیکن وسوسه های شیطانی توسط شق صدری پیغمبر چی شد؟ از بین رفت. پیغمبر علیه السلام یکی از معجزات شق صدر بود. قبل از چی او را به نام ارهاصام یاد میکنه، مقدمه پیغمبری می باشه. شق صدر شده بود که پیش حلیمه سعدیه رضی الله عنها بود. در اونجا قطعی دیگه برادرای خود رفته بود برای مال چراندن و اونجا جبرئیل امین و میکائیل آمده بود. چی کرده بود؟ سینه‌اش شق کرده بود و همه چیزهای سیار از پیش چی کرده بود؟ تمام چیزهایی که سبب وسوسه شیطان میشد مکمل از پاک شده بود. خب این دیگه هوشیاری کی بگوه؟ مادر مریم. معلوم شد که در روز زمان امی قدر معلومات در حق طفل داشته که طفل بعد به این سیستم پیدا شود در دنیا بیا. حالی ما باید در مورد تولد طفل معلومات داشته باشیم. ټوټکه و کارای خود ساخته و وهمی را خود نسازیم. الا زچه خانه شده باد برکت دود کنی یک گیاسته، الا اسپند دود کنی. در کدام دین است؟ زچه خانه چی کی کشیده؟ زچه خانه شده ولی اما نعوذ بالله گپا غلط شده. این فکر یهودیت است، نعوذ بالله. این قطعا غلط و نادرست است. چی میگه؟ زنا خو حتی تا این اندازه را میگه که یک زن اولاد آورده باشه تا که 40 روزش تیر نشده باشه، زن دیگه اگه اولاد بیا هر دوشان بعد روبرو نشوه که چلیش سرش انداخته میشه. او در زایشگاه 1000 زن نه چلی انداخته میشه نه سی، هیچ کدامش. این اوهام پرستی و نعوذ بالله از خود دین جور کردن چقدر گناه هاست که مردم میکنن. مورد تولد طفل باید تو کلی طریقای سنت یاد داشته باشی. ناف قطع میشه، بریده میشه، نام مانده میشه، در گوشی راستش آزان داده میشه، اقامت نامده. آزان هم در حدیث ضعیف آمده، هر کس گفته میتونه. همین مثل آزان ازی واره گفته میشه در گوشش. در روز هفتم عقیقه میشه. روز هفتم امور میگه که در کدام روز پیدا شده. مثلا امروز دوشنبه است، هر یک شنبه برای دوشنبه چی است؟ روز هفتم شمار میشه. در اونجا عقیقه بکنه، برای پسر 2 گوسفند یا بز و برای دختر چی؟ 1 تا. مثل قربانی واره ذبح بکو، میمانی بکو، کسی را بده تقسیم بکو. در اونجا بعضی عقیده داره که استخوانایش میده نشوه. این گپا نادرست است، بالکل میده میشه، عیناً مثل قربانی واری است. اگر کسی طاقت نداشته باشه نیست سرش، توان نداره، توانی مالی، سرش تراش میشه برابر مویایش نقره یا طلا صدقه شوه، تحنیک شوه پیش یک عالم، آدمی ریش سفید نیکوکار برده شوه که یک چیزی شیرین مثل کشمش یا خرما واری بجوه در کامش بده، نام اسلامی سرش بگذار.
اینجا چیسته؟ این هدایات یا آداب اسلامی است. اینجا چی گپ است؟ اینجا خلاف از او. اول که پیدا میشه مردم میاد تفنگ کلشینکو تخ 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 مردم خبر کرد. چرا؟ چی گپ است؟ خیرت است. و این تنها ده بچه ده دختر نه، دختر خود دو ماه هم سه خبر نمیشه. پس آن صدای طفل میشنه در خانه تون یک صدای طفل آمد ولی یک دخترک پیدا شده. چه وقت میشه؟ 2-3 ماه میشه. دخترک که پیدا شده باز کس خبر نمیشه. بچه پیدا شده می لحظه معلوم هم نیست که بچه میمونه یا نمیمونه. خود صداها میشه. دیگه چادر چیسته گس کردن شروع میشه. در خانه فلانی بچه شده. نکنه امیر اسمای جاهلیت، امیر واجه جاهلیت تفکیک در بین بچه و دختر مکمل از بین ببری اگر مؤمن واقعی است. این گپا را بالکل دور بکنه، نکنه. چادر دادن ندادن، فیر کردن، این کار اسلام نیست. این کار زمان جاهلیت است. و بعد از او چی میکنه؟ روزی تولدش جشن میگیریم. در 1 سال هم جشن میگیره، در 7 روز هم جشنش در چی میگیره؟ سازنده را میاره. اختلاط مرد و زن شروع میشه، چند ساعت بازی میشه. این مراسم ولادت است. عجیب است چقدر بدبختی هاست. دیگه بدبختی را ببین. زنا نشسته میباشه، ما در نفاس هستیم نماز نمیخوانه. حالا که زنا، بعضی زنا در 1 روز پاک میشه، در 2 روز، در 10 روز. کمی پاک شدی تو غسل بکن، نمازی تا بخون، روزی تا بگی، کلی گپا دیگه جایز میشه. لیکن چی میگه؟ ما چلیم تیر نشده. 40 خو آخری میعاد است. اگر یک زن مریضیش ادامه کنه ولو که همینطور ادامه هم داشته باشه که 40 روز پوره شد مریضی دوام داره، تو بعد بخیزی غسل بکنی دیگه اون مریضی شمرده نمیشه. عذر داری، عذر ادامه داره. خود تو میخیزی، غسل میکنی، نمازی تا میخوانی، روزی تا میگیری، کلی کارهای روا شد. در مسجد داخل شده میتونی، قرآن در دست گرفته میتونی. آخری میعاد نفاس 40 روز است. اگر از 40 روز ادامه پیدا کرد تو باید غسل بکنی، او باز دیگه مریضی شمرده نمیشه. از او پایین هر وقت که تو پاک شدی پاک است خلاص. خصوصا زنایی که چند اولاد آورده بالکل میعاد برش معلوم میباشه. لیکن مردم تا عالی را این مسائل نمیفهمه. تا 40 روز زن نه نماز میخونه نه غسل میکنه، قرار نشسته میباشه. او یک تعداد البته میگه که غسل کردن در حالت زچگی یا در حالت مریضی ماهواری بیخی نارواست. تا که پاک نشده غسل نه، هر وقت غسل میتونی. همین مریضی ادامه داره، برای نظافت غسل بکن که بدنت خود پاک شود. این تصوراتی غلطی نادرست دیگه در اینجاست. خب گپ در است که در او زمان زن عمران و مادر مریم میفهمید که اولاد خدا چی چیز دعا بکنه. گفت از مس شیطان. الله نگاه کرد، فتقبلها ربها، پس قبول کرد اینمی مریم ربها پروردگارش به قبول حسن، به قبول کردن خیلی شایسته، خیلی زیبا. او دعا به اخلاص بوده. الله چطور قبول نکنه؟ مریم قبول کرد. چطور قبول کرد شه؟ با وصفی که در بیت المقدس عام رواج نبوده که دخترها خدمت کنه، لیکن مریم قبول شد. در او زمان علمایی که بیت المقدس خدمت میکردن نشسته بودن، تعلیم و تدریس میکردن، در مورد مریم کسی مخالفت نشان نداد. و انبتها نباتا حسنا، کلان کرد یعنی پرورش داد امی مریم بیبیره، نمو داد الله تبارک و تعالی نباتا حسنا، با پرورش خیلی نیک، به عزت، با آبرو، زود زود. روز به روز طفلی طور نمایان میشد که 1 روز که تیر میشد تو میگی 1 ماه تیر شده. امی قدر زود زود کلان میشد. و کفلها زکریا، سپرد امی مریم بیبیره زکریا به زکریا علیه السلام. یک ترجمه است. سپرد مادری امی مریم حواله کرد به زکریا علیه السلام، یا سپرد به زکریا علیه السلام، یا و کفله سرپرستیش در گردن گرفت زکریا علیه السلام. چرا؟ به خاطر که این چیسته خوارزاده زنش بود. زن زکریا علیه السلام خاله مریم بی بود، همشیره مادرش بود. از او خاطر او را نامش کسی اشاع میگه، کسی اشاع بنت فاکوزا. اینا از او خاطر در پشک ازی در قرعه ازیان رسیده. کل ما دخل علیها، آلی الله تبارک و تعالی چه امتیازاتی به مریم داده. آلی از این گپا معلوم شد رد بالای نصاراست. که نصارا شما حالات مریم ببینید که به سوالا و دعاهای مادر در دنیا آمده. بعد از او در خدمت بیت المقدس مقرر شده، بعد از او قبول شده، بعد از او در زیر کفالت پیغمبر که زکریا علیه السلام است آمده.
آیا اینطور کسی که محتاج در پیدا شدن بود، در کفالت بود، در خدمت بیت المقدس بود، این اله شده میتونه؟ این بچه الله شده میتونه؟ قطعا نمیتونه. این رد است بالای ازی. حالات مریم بی دلالت بالای ازی میکنه که عیسی علیه السلام اله نیست، مریم اله یا سوم اله نیسته، بلکه یا بندگان الله تبارک و تعالی، بندگان نیک الله است. خود چی رقم بندگان؟ مریم پیغمبر نیست، چرا که الله تبارک و تعالی مردا را به پیغمبری مبعوث کرده، زنا را نکرده. چرا نکرده؟ پیغمبر دعوت میده، در مشکل واقع میشه، لط و کوب میشه، بندی میشه، قتل میشه. این صلاحیت مردا داره، زنا نداره. در کدام مجمع بره تبلیغ کنه، تقریر کنه؟ از او خاطر الله مقرر نکرده. خب و پس مریم کرامتش است که حالات برش صادر میشه، اینی را به نام کرامت یاد میکنه. سیکو کلما دخل علیها زکریا المحراب، هرگاه که داخل میشد بالای مریم بی زکریا علیه السلام المحراب، در جای عبادتی مریم. اینجا محراب جای عبادت است. در او زمان معنای محراب هر بالاخانه بلند، خانه بلند به نام چی یاد میکرد؟ در او زمان کدام جایی که برای عبادت خاص کرده بود به نام چی یاد میکرد؟ محراب. وقتی که داخل میشد، هرگاه که داخل میشد بالای مریم بی زکریا علیه السلام در جای عبادتش، وجد عندها رزقا، میافت بنزد مریم بی رزقا، خوراکای متنوع. دروازه را بند میکرد زکریا علیه السلام که میرفت. چرا این تنها بود؟ باز میآمد که میوه های تازه غیر موسم، میوه هایی که در این موسم پیدا نمیشه. زکریا علیه السلام سوال کرد، قال یا مریم ان لک هذا، گفته مریم از کجا میشه برای تو؟ نه از کجا میشه؟ قالت مریم بی در جواب زکریا علیه السلام میگه هو من عند الله، ی از جانب الله است. بس از جانب الله میاد. جواب خیلی موزون. زکریا علیه السلام علی میفهمه که چقدر کرامت صاحب کرامت است. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی یرزق، روزی میده، من یشاء، کسی را که الله بخواه، بغیر حساب، بدون حساب. الله قطعش محاسبه نمیکنه یا بی حساب زیاد میده که شمار کردن نمیتونه. حالی بی موسم میوه غیر موسمی ده ایجا پیدا شدن، در داخل اتاق که دروازه باز نباشه این پیدا شدن. اسباب ظاهری نداره، اسباب ظاهری نداره، لیکن میوه موجود است. زکریا علیه السلام سوال میکنه، مریم علیه السلام بهترین جواب میگه، قالت هو من عند الله، ای به طریق کرامت است از جانب کیست؟ کرامت امر خلاف عادت میگه که صادر میشه به دست ولی. کرامت امر خلاف عادت میگه که صادر میشه به دست ولی، برای عزت ولی، خود توسط کی؟ الله جل جلاله. هر وقتی ولی امور ظاهر کنه میتونه؟ نه نه نه. معجزه هم همینطور امر خلاف عادت است که ظاهر میشه در دست کی؟ پیغمبر. در اختیار پیغمبر است یا در اختیار الله؟ تا که الله اجازت نکنه او ظاهر کنه میتونه. امروز مردم ما غلط تصور داره، هرگاه الله تبارک و تعالی در دست یک ولی امر خلاف عادت صادر کنه، او خود دمو دقیقه و دمو ساعت میباشه، بعد از او چی میشه؟ ختم میشه. لیکن مردم ما در حقی ولی حالی عقیده داره که نه، ولی مشکل کشام است، حاجت روام است، آواز مرم میشنوه، اولادم داده میتونه، مریضم شفا داده میتونه. امو طور است یا نیست؟ امو طور است. کرامت چند شرط داره؟ 5 شرط کرامت داره. کسی که کرامت برش حاصل میشه، سر ایمان و تقویش اعتراض نباشه. هر کسی که سر ایمانش اعتراض بود، چرا؟ به خاطری که عقیده توحیدی مکمل نداشت، یا سری مومن بهی دیگرا که او ملائک و کتابا و پیغمبرا و تقدیر و روزی چیز آخرت است، او هم عقیدش مکمل موافق قرآن باشه، اعتراض در عقیدش نباشه، اعتراض سری تقویش نباشه، او تقوا خو عبارت از عملی کردن تمام فرامین کیست و اجتناب از تمام منهیات کیست؟ یک دانه را نمانه. یکی از جمله مامورات الله ورکع مع الراکعین، مثل که اینجا به مریم بی الله میگه که تو رکوع بکن رای رکوع. پس تو کسی که خدا ولی میگیره، پیر میگیره، در کل عمر در مسجد در جماعت حاضر نشده، او ولی شده میتونه؟ چرا که تقوا خوی نمیره تقاضا میکنه. دمی کابل تان یک کسی یک پیر بود که در عمر قطعی مردم در جماعت نماز نخوند، در عمر. او چرا نخوند؟
دیگه توهین و تحقیر مسلمان ها را ببین. این مردم چقدر مسلمان تحقیر میکنه، لیکن این بدبختا میره باز پایش بوسه میکنه، تو را تحقیر میکنه. او میگه من قطعی از یا نمازم نمیشه، چرا یا دختر فروش هسته یا مردمای مسلمانی واقعی نیست، یعنی شما منافقین هستین نعوذ بالله. خب لیکن پیغمبر با منافق بزرگی معرفی شده، عبدالله ابن ابی ابن سلول. در یک صف نماز میخوند یا نه؟ میخوند. پیغمبر جماعت منع نمیکرد. امروز پیری توی کارا را میکنه، مردم کدام طرف روان است؟ چرا را گم کرده؟ اول شرطی کرامت است که انتقاد سر ایمان و تقوایت نباشد. دوم شرطیش که اینمی چیزی که صادر میشه به دست ولی در اختیاری کی نیست؟ هر کسی که ادعا بکنه که من این کارا میکنم او ولی قطعا نیست. چرا که در اختیاری ولی نیست. حالی همین مردم هم ادعا را میکنه یا نه؟ چی میگه؟ و تو نکن که میسوزونم تا همینجا ذوب میشی. ای از قوه وهمی خود کار میگیره. خب همین تو قوه وهمی را میشناسی؟ در وجود انسان یک قوه وهمی است. قوه وهمی اون نموسته که پیش من براتون در ضرورت قرآن کریم بیان کرده بودم. در پیش مرده نمیری، میترسی از پیشش. چرا میترسی؟ خب مرده است، دست و پایش هیچ حرکت نمیکنه و تو میترسی. ایرا قوه وهمی میگه. بعضی مردم ها قوه وهمی خود قوی میسازه، تو را زیر رعب میاره که برات میگه ذوب میشی، تو اینمی طور میلرزی که راستی ذوب میشم. او خو شیطان ها قطش هسته، باز تو را راستی چپم میکنه، خب لیکن از بین برده نمیتونه. خلاص هیچ از این حراس نداشته باشه. چرا که هر کسی ادعا میکنه که من اینطور هستم او ولی نیست. دو شرط. سوم شرط دیجاست ولی کوشش بکنه به پنهان نمودن اینمی کرامتی خود. این در تلاشی ظاهر کردن نباشه. این در تلاش چی باشه؟ که کس آگاه نشوه. اگر کسی در تلاش آگاه کردن بود او ولی او شعبده باز است، او تابع جن است. حالی که فعلا کدام مردم ها را شما میشناسی که خود ولی معرفی میکنه این کارا را میکنه، یا کلش یا ایسته که درس سحری را در بنگال خونده، او یا ایسته که چیسته جنیات قطش است. خب چهارم شرطش کرامت الوهیت نگویی. با کارای کرامت کاری چی نگویی؟ الوهیت. این خو کرامت بود، حالی تو ایره چی جور میکنی؟ معبود جور میکنی نعوذ بالله. نه امروز گناه ما اینمیسته که ما را میگه اولیاء را قبول نداره. ما الوهیت اولیاء را قبول نداریم، ولایت اولیاء را چی داریم؟ کرامت اولیاء را چی داریم؟ قبول داریم. ولی الله شده، مستحق عبادت شده، از سجده و رکوع شده، از نظر، از ذبح، از حاجت خویی شده، نمیتونه اولاد داده نمیتونه. چرا؟ این صفتای کیست؟ الوهیت است. پنجم شرطش است که این عقیده را داشته باشی که بعد از مرگ اگر امر خلاف عادت شد، این را حفاظت چی میگه؟ الهی. الله حفاظت میکنه عزت ازیره. مرده صحابی را گوزنبور پیدا میشه، دشمن برده نمیتونه. قبر امام بخاری تا لیرم بوی میده از چی؟ عطر. این حفاظت الله است. الله حفاظت میکنه عزت ازوره. صحیح است؟ اگر یک قبر بالفرض و تقدیر بلدوزر بردی کار سرش نکرد، این حفاظت کیست؟ الله این حفاظت شده میتونه آدم نیک باشه قبرش حفاظت بکنه. خب آلی قبر مشکل کشا هست، حاجت روا هست، اولاد داده میتونه، لایق است که